طاهر عبداللهبیکوف رئیس پیشین خدمات کمونالی خوروغ و یزنه اورز وزیربیکوف رهبر زندانی شده جمعیت زادگان بدخشان در روسیه به 6 سال 6 ماه زندان محکوم شده است. مقامات درباره بازداشت پرونده و حکم او تا حال یگان شرح نمیدهند، ولی رادیوی آزادی به تکیه به منابع خود خبر داد که دادگاه شهر خوروغ حکم عبداللهبیکوف را روز 22 دکامبر سال 2022 اعلام کرد. جریان مرافعه با حضور پیوندان اما به وکیل دفاع گذشت. گفته است یک منبع به شرط فاش نشدن نامش به قبل منصوبت آزادی دادگاه عبداللهبیکوف را رسما به تندگرایی یا قسم دوم ماده 307 و استحصال و نگهداری انتقال مال و محصولاتی که به طلبات بخطری جوابگو نیست گناهکار دانست. خود عبداللهبیکوف در جریان تفتیش و محاکمه پرونده اتهامات به ضدش اعلان شده را بی اساس دانسته است. به قبل یکی از پیوندانش که در مرافعه حضور داشت، طاهر عبداللهبیکوف خطاب به دادرس گفته است: مرا گفت سود کردید. طاهر عبداللهبیکوف شوهر خواهر اورز وزیربیکوف، رئیس سابق کمونالی شهر خوروغ و وکیل سابق مجلس ولایت مختار کوهستان بدخشان که وقتهای اخیر به تجارت مشغول بود در خوروغ چند مغازه داشت، ماه نوامبر سال 2022 دستگیر و بلافاصله به افراطگرایی و یاری رساندن به اعتراضگران خوروغ عیبدار شد. بنا به اطلاع دریافتی، عبداللهبیکوف را از جمله به آن گناهکار می‌کردند که گویا آش خدایی و دیگر معرکه‌های ماتم لیدرهای غیر رسمی کشته شده خوروغ از جمله آش خدایی محمد باقروف معروف به باقر، خرسند مزار و زاهر رجبوف را داده است. اتهام دیگر ضد او همکاری و تماس با علیم شیرزمانوف، یک سیاستمدار مخالف زاده خوروغ بود، اما علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در خارجه که حالا در اروپا به سر میبرد این ادعا را رد کرده گفته بود با طاهر عبداللهبیکوف نه همکاری بلکه اختلاف سیاسی داشت. بسیاری ها پرونده عبداللهبیکوف را به دادر عروسش اورز وزیربیکوف ربط میدهند. وزیربیکوف که یکی از رهبران پرنفوذ دیاسپورای پامیری ها در روسیه دانسته میشد، در پایان ماه یولی سال 2022 در فرودگاه دمدیدوی شهر مسکو دستگیر گردیده به دوشنبه آورده شد و در اول ماه نوامبر به 16 سال زندان محکوم شد. تفصیلات حکم او تا حال رسما نشر نشده است، ولی بنا به اطلاع غیر رسمی دادگاه او را به افراطگرایی، دعوت به سرنگون کردن حکومت و از خود کردن کمک‌های خیریه گناهکار شناخته است. خود اورز وزیربیکوف در دادگاه این اتهامات را رد کرده است.